نون پنبه‌ای گردویی رو درست کنیم. آرد 1 کیلو، ماست، خمیر ترش، آب، روغن، کره. ابتدا ماست رو می‌ریزیم داخل آرد. همه مواد خشک رو با هم مخلوط می‌کنیم. آب، خمیر درست می‌کنیم. مواد رو با هم مخلوط می‌کنیم تا یه خمیر نرم و لطیفی به دست بیاد. نمک، روغن بهش اضافه می‌کنیم. با دست وز می‌دیم. این مرحله رسید، آبش خوب شده، بهش کره آب شده رو اضافه می‌کنیم. انقدر بهش ماساژ میدیم تا کاملا کره جذب خمیرمون بشه، تا بافت نونمون کاملا پنبه‌ای بشه. گردو رو آسیاب میکنیم. گردومون تا این اندازه، همین اندازه باشه کفایت میکنه، زیاد خرد نشه. خمیرمون دیگه تقریبا آماده شده. خمیر رو جمع میکنیم. به این بافت نرم که رسید، خمیرمون رو میذاریم تا 2 ساعت استراحت کنه. روشو میپوشونیم. این خمیر 2 ساعت تو محیط اتاق استراحت کنه تا ما بریم مغزیجات داخلش رو آماده کنیم. یکم گردوهامون درشتر باشه بهتره. به همین درشتی کافیه. حالا شکری که داشتیم رو میریزیم، اونم یه آسیابش میکنیم. تا کوچی بشه. شکر رو داخل پودر گردو مخلوط میکنیم. این میشه مواد میانی نون پنبه‌ای ما. این ترکیب نونمون رو خیلی خوشمزه میکنه، در حین حال هم پنبه‌ای و نرم، هم خیلی هم خوشمزه. یکم پودر هل هم بهش اضافه میکنیم برای عطر بهتر نونمون. یه کوچولو گلاب هم بهش اضافه میکنم. گلاب کافیه، بیشتر از اون نزنیم، چون گردوهامون اون وقت یکم شل میشه، داخل نون پنبه‌ایامون آب میشه. تو همین حد اندازه دیگه کافیه. میانیمون آماده شده. این موادمون حالا صبر میکنیم تا خمیرمون ور بیاد و گوله ها رو آماده کنیم و از این مواد میانی داخل اون گوله ها بچینیم. از خمیر یه چونه کوچولو میگیریم، از مواد گردوییمون داخلش پر میکنیم و گولش میکنیم. به این صورت گولش میکنیم. با وردن صافش میکنم. با چنگالم بهش تر میدم. به این صورت همه خمیرامو به همین صورت گوله میکنم و از مغزیجات پرش میکنم. یه ربع ساعتی میذارم دوباره خمیرم استراحت بکنه. راز پنبه‌ای و ترد بودن این نون به استراحت دومشه. ما با زعفران رومالش میکنم. بعد روش کنجد میپاشیم. بعد از اینکه رومالمون رو زدیم روش کنجد میپاشم. کنجد. بعد توی این مرحله دیگه کلوچه هامون آماده هست. اینا رو میذاریم داخل فر تا سرخ شه. رومالش زدم، کنجدم پاشیدم روش. حالا میبرم میذارم تو فر از قبل داغ شده تا بپزه. فرمون رو از قبل 20 دقیقه قبل گرمش میکنیم و نونا رو میذاریم داخل فر
تا 1 ربع بپزه. شعله پایین و بالا همزمان باید روشن باشه تا 1 ربع، تا نونمون کاملا طلایی و برشته بشه. کلوچه های خوشمزه، این کلوچه های خوشمزه رو همراه با چایی رو در کنار صبحانه و عصرانه نوش جان کنید. با من همراه باش تا مواد اولیه این نون گردویی رو به شما بگم. مواد اولیه‌اش: آرد 1 کیلو، روغن 1 قاشق، ماست 1 لیوان، شکر نصف لیوان، آب 1 لیوان. مرسی که تا اینجای ویدیو با من همراه بودی. چنل منو ساب کن. نظرتو در مورد این ویدیو برام کامنت کن.